بهار 1401 بود که یک خبر از افغانستان رسید و اون منع تحصیل دختران بود. خب این خبر برای ما که توی حوزه آموزششون فعالیت می‌کردیم خبر ناگواری بود و اخباری هم که از اون طرف اومدیم، ناامیدی که بین دانش آموزان به ویژه دختران و خانواده هاشون به وجود اومده بود، خب اخبار ناخوشایندی بود و همه اینها ما رو برون داشت که یک فعالیتی برای کمک به بچه‌های بازمانده از تحصیل، به دختران بازمانده از تحصیل در افغانستان انجام بدیم. بهار 1401 سری اتفاقات داخل افغانستان افتاد و طالبان تصمیم گرفت که دختران از صنف هفتم به بعد دیگه ادامه تحصیل ندن و خب این شرایط ناامیدی و در واقع بی انگیزگی رو برای دخترانی که ساکن افغانستان بودن رو ایجاد کرده بود. دختران رهام خب در واقع خب اونا هم داشتن تحصیل میکردن با این امید که برن دانشگاه. حالا دانشگاه که حذف شده بود، از هفتم به بعدم نمیتونستن ادامه تحصیل بدن و واقعا انگیزشون از دست داده بودن. از این طرف هم خب مردم ایران شنیده بودن و خب خیلی از خانم‌هایی که خب تحصیل کرده بودن، دوستانی که حالا اساتید دانشگاه بودن، دانشجو بودن و خب تو حوزه‌های مختلف داشتن یا تدریس می‌کردن یا آموزش می‌دیدن، دوست داشتن که یه فضای آموزشی باز بشه و ایجاد بشه داخل افغانستان و اینا بتونن در واقع علاوه بر اون حمایت مالی که شاید از پسش بر بیان یا بر نیان، یه سری آموزش بدن به دختران و خب به ما اصرار داشتن که این فضا رو ما براشون ایجاد بکنیم. ارتباطی که داشتیم از شهرهای مختلف بود، مثلا از شهر غزنی بود، بامیان بود، هرات بود، کابل بود و خب افراد مختلفی تو حوزه‌های مختلف ما معرفی می شدن. از قبل هم دوستان می دونستن ما توی حوزه در واقع آموزشی با کشورهای جنگ زده فعالیت می کنیم و همکاری می کنیم و خب بیشتر در معرفی هایی که به ما می شد، معلم، مدیر و یا حتی فضای آموزشی از فضای آموزش پرورش خود افغانستان. ما خب ارتباطاتی که میگرفتیم 2 مقوله فعالیت توی ذهنمون بود، از جمله فعالیت‌های حمایتی و فعالیت‌های آموزشی. چون ما مجبوریم برای شروع هر فعالیتی یک سری اعتماد سازی داشته باشیم بین حالا افرادی که بومی هستن توی منطقه و همچنین گزارش‌هایی که به دستمون میرسه توی منطقه توی ایران، ما مجبوریم خب فعالیت‌های حمایتی هم داشته باشیم، یعنی یه مقطع کوتاهی ما فعالیت‌های حمایتی داریم. حالا اولین ارتباطی که شکل گرفت، یعنی بعد از اینکه حالا افراد مختلف معرفی شدن و ما تونستیم خانواده‌های کم بضاعت رو شناسایی بکنیم، خانواده‌هایی که آواره بودن توی منطقه، اولین فعالیتی که شکل گرفت بحث حالا حمایت خانواده‌های کمپ شیدایی هرات و خب اونجا ما تونستیم یه سری ارزاق برای خانواده‌ها تهیه کنیم و خب برسونیم به دستشون و خب یه سری گزارشات تهیه شد و به ما رسید و خب گزارشات خوبی هم بود، یعنی هم به مردم محروم رسیدگی شد و هم از این طرف مردم اقناع شدن که بخوان کمک بکنن، کمک بیشتری داشته باشن و خب چون شرایط حضورمون توی حالا شهرهای مختلف مثل غزنی، بامیان سخت بود، منظورم حضور مجازی هستش و تعریف فعالیت مجازی هستش، چون شرایط حضور مجازیمون توی غزنی و بامیان سخت بود، ما مجبور بودیم برای تعریف فعالیت در واقع آموزشی شهرهایی رو انتخاب بکنیم که حالا زبان فارسی دارن، یعنی یا رابطینی رو انتخاب بکنیم که به فارسی مسلط هستن. خب این بین 2 پیشنهاد داشتیم که پررنگ‌تر بود، چون ما هم می‌خواستیم که فعالیتمون ادامه دار باشه و هم می‌خواستیم که فعالیت آموزشی باشه. 2 باب باز شده و برامون، یکی توی شهر کابل بود که یه یتیم خونه به اون معرفی شد، یه یتیم خونه پسرانه بود، حدوداً 70 یتیم داشتش توی این یتیم خونه و فعالیت‌های آموزشی و قرآنی انجام میدادن و بنیاد
رها، بنیاد دختران کار رها که توی هرات بود. این دو در واقع مسئولینی داشتن که تا حدی دغدغه داشتن و خب تو حوزه آموزشی و فضای در واقع درمانی و پزشکی فعالیت میکردن. یعنی علاوه بر اینکه بحث آموزش رو داشتن، بحث‌های دیگه‌ای رو هم در کنارش داشتن و ما خب صرفاً نمیخواستیم که حتما مثلا یه چیزی علمی رو به بچه‌ها یاد بدیم که حالا به دردشون نخوره. از طرفی من میدونستم که مثلا حالا بنیاد رها مسئولی داره که یه سری دغدغه‌های فراتر از حالا علمی آموزشی داره. منظورم که مثلا حالا ارتباط گیری موثر براش اهمیت داشت، اینکه بچه‌ها بتونن خودشون رو بشناسن، هدفشون رو بشناسن، در واقع آیندهشون رو برای خودشون ترسیم بکنن. این لابلای صحبت‌های من با مسئول بنیاد رها روشن شده بود برای من. حالا ایشون فردی بودن که حالا قبلا یه مدتی توی ایران زندگی کرده بودن. البته اینا رو من بعداً فهمیدم، بعداً طی پروژه ها و یا حضور ایشون که اومدن ایران متوجه شدم که ایشون هم یه مدتی ایران زندگی کردن و خب اینجا تحصیل کردن و با شرایط ایرانی ها آشنا هستن و بعد هم برگشته بودن اونجا خب که حالا برای کشور خودشون خدمت بکنن. خب این نقطه مثبت بود، این که مثلا من میدیدم رابطم توی کشور خودش، دغدغه کشور خودش، مردم خودش رو داره. از اون فعالیت هایی که ما با بنیاد رها اشتراکاً انجام دادیم در واقع اجرای مسابقات مختلف بود که مسابقات بین‌المللی تبسم بود که چند دوره داخل بنیاد برگزار شد و در واقع یه فعالیت کارآفرینی بود که حالا بعد شناسایی خانواده های دختران کار متوجه شدیم که خانواده ها هم بیش از حالا دخترانشون در مضیقه هستن، چون دختران که می اومدن توی مؤسسه علاوه بر بحث آموزش، بحث حالا خوراک و پوشاک و در واقع سلامتشون رو هم تحت حمایت داشتن خود مؤسسه و خب ما هم در واقع کمک می‌کردیم که این بیشتر مثلا حالا دختران بیشتری بیان توی این مجموعه. علاوه بر اینکه حالا مثلا می‌خواستیم یه فصل آموزشی جدیدی باز کنیم توی این بنیاد، در واقع این حمایت‌های مردمی رو هم داشتیم. بعد از مدتی ارتباط آقای حسیب اومدن ایران و اینجا خب یه سری صحبت‌ها شد، این که ما بخوایم در واقع اگر می‌خواستن تعداد افراد حالا مجموعه رو افزایش بدن و خب ما این طرف بخوایم حمایتشون کنیم، اطلاعات یه سری ایتام رو به ما دادن، گفتن که ما یه سری ایتام هم داریم که مثلا حالا پدرشون یا مادرشون رو توی جنگ از دست دادن یا به خاطر شرایط سختی که داشتن پدر مادرشون رو از دست دادن، ولی میان از صبح تا بعد از ظهر توی مدرسه و بعد از ظهر میرن حالا پیش خانواده هاشون، اقوامشون زندگی میکنن. خب اطلاعات این دختر رو ما گرفتیم و خب توی ایران در واقع یه سری افراد بودن که ماهانه از اینها حمایت میکردن تا یه مدتی و خب این یکی از پروژه‌ای بود که ما داشتیم. خب ما همچنان با آقای حسیب و حالا بنیاد رها در ارتباط بودیم، صحبت میکردیم و خب در حال شناسایی ظرفیت هایی که اونجا وجود داره بودیم. از طرفی هم حالا مثلا با شهرهای دیگه مثلا کابل خب یه کورسی رو بود که یکی از دوستان رو به نام خانم انوری معرفی کرده بود، یه کورس آموزشی داشت که حالا با ایشون هم صحبت میکردیم که اگر مثلا امکانش هست مثلا توی این کورس آموزشی بچه‌ها دخترها میتونن بیان آموزش درسی ببینن، این شرایط رو به ما بگین، به ما اطلاع بدین که حالا مثلا ما یه جوری یه اتصال حالا یه جوری به شما وصل بشیم و خب این آموزش ها رو به شما برسونیم، یا از طریق فضای مجازی یا از طریق حالا قرار یا از طریق حالا فضای دیگه که توی افغانستان باب هستش. ما قبل از اینکه حالا دوره رو شروع بکنیم، برای اینکه حالا فضای نت و شرایط اونجا رو بسنجیم، یک جلسه ای رو هماهنگ کردیم که حالا برای معارفه آشنایی بیشتر با بچه‌ها و خب از طرفی هم یه سری دوستان داشتیم توی مجموعه کودکان فرشتن، یک نفرشون رو در واقع دعوت کردیم که بیاد توی این دوره شرکت بکنه. روز اول
ارتباط بگیره با بچه‌ها، یه فضای شادی رو ایجاد بکنه که بچه‌ها بتونن حالا صحبت بکنن، اصلا ببینیم که چه مشکلاتی وجود داره که ما می‌خوایم حالا دوره رو برگزار بکنیم، همینجوری چیز نباشه. بعدا مثلا بریم جلو ببینیم که مثلا نه نت هست، نه مثلا حالا میتونن بچه‌ها صحبت بکنن، نه میتونن معلم رو ببینن، استاد رو ببینن. خب این فایده‌ای نداشت. ما می‌خواستیم ارتباط دو طرفه شکل بگیره. جلسه خیلی خوبی بود. یکم حالا ما ضعف نت افغانستان رو فهمیدیم، مثلا حالا اون موقع اون روز خیلی خوب جواب نداد، یعنی مثلا قطع و وصلی داشتیم، جلسه 1 ساعت همون 2 ساعته شد، خیلی یکم باگ داشت، یکم این بین صدا به صدا نمیرسید، یا مثلا تصویر بود صدا نبود، صدا بود تصویر نبود. این چیزها رو حالا بین همین یک جلسه تونستیم کشف بکنیم و اتفاقا جلسه خیلی خوبی هم بود. این دوستمون از مؤسسه کودکان فرستادن از بچه‌ها حالا علاقهشون پرسید، غذایی که دوست داشتن، رنگایی که دوست داشتن، شغلی که دوست داشتن در آینده، و بچه‌ها اتفاقا خیلی بهشون خوش گذشته بود و خیلی مشتاق بودن که سریعتر این دوره برگزار بشه. و خب هفته بعد به واسطه حالا اینکه مدیر مجموعه با حالا یه دستی بر در واقع فضای نت و اینا داشت، تونسته بود شرایط نت رو بهتر کنه و خب جلسه بهتری برگزار بشه و خب شروع دوره در واقع برنامه‌ریزی و هدف گذاری خیلی بهتر از اون جلسه معارفه برگزار شد و خب استاد جلسه اول اومدن اون مباحث آموزشی رو تشریح کردن، با بچه‌ها ارتباط گرفتن، ازشون سوال پرسیدن، یه سری فیلم بهشون معرفی کردن و خب خیلی ساده در یک اشل ساده برنامه‌ریزی روزانه رو بهشون یاد دادن. جلسه بعدی منوط به این بود که بچه‌ها گزارش برنامه‌هاشون رو بفرستن و خب از طرفی هم فیلم‌ها رو ببینن که خانم کریمی که رابط ما بود توی منطقه، توی در واقع مدرسه، خیلی خوب همراهی کرده بود و هر روز برنامه بچه‌ها رو گرفته بود. بچه‌های صنف هفتم بودن که ما براشون دوره گذاشته بودیم. هر روز برنامه روزانه بچه‌ها رو گرفته بود و خب برای من ارسال کرده بود و خب ما متوجه شدیم که بچه‌ها بیش از اون چیزی که ما تصور می‌کردیم به این دوره علاقه دارن و حس گرفته بودن به این دوره و خب خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم دوره جلسه دوم برگزار شد. استاد اتفاقا خیلی بیشتر انگیزه گرفت و گفتش که حالا مثلا من اگه بتونم یا شما شرایطش فراهم باشه، من دوست دارم مثلا هر هفته ادامه بدم، یعنی چند جلسه. ولی خب مثلا توی همون 3-4 جلسه این تموم شد، یعنی همین پک آموزشی برنامه‌ریزی و هدف گذاری بسته شد و خب بچه‌ها هنوزم که هنوز تا اون زمانی که من پیگیری می‌کردم برنامه‌هاشون رو می‌فرستادن. حالا جزئی تر شده بود تو جلسه دوم، اهدافشون تا حدی مشخص شده بود، روی اهدافشون داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن. با ارتباطی که با دختران بازمانده از تحصیل توسط مؤسسه رها تونسته بودیم برقرار کنیم، تصمیم گرفتیم مدرسه‌ای رو برای دختران افغانستان، دخترانمون که در هرات منع تحصیل شده بودن، برگزار کنیم. یک مدرسه مجازی که از طریق مجموعه ما رنگ زیتون و مؤسسه رها برای دختران بازمانده از تحصیل در هرات برگزار میشه. خب این مدرسه مجازی که حدود 2 ماه طول کشید موفقیت‌های زیادی کسب کرد و دانش آموزان ما استقبال زیادی از این مدرسه کردن، به ویژه اینکه خب هم زبان بودیم و مشکل ارتباط نداشتیم، فرهنگ یکسان داشتیم و خیلی حرفا داشتیم برای اینکه با هم دیگه بزنیم و معلم و اساتیدی که توی مدرسه مجازی به همون کمک کردن خیلی راحت و خیلی زود تونستن با بچه‌ها ارتباط بگیرن، مشکلاتشون رو در بیارن و براشون پاسخ‌های مشکلاتشون رو سعی کردن که بدن. استقبال بچه‌ها، استقبال دانش آموزان ما از این مدرسه خیلی فوق‌العاده بود. نه تنها تمام جلسات رو شرکت کردن که بعد از اینکه مدرسه
به پایان خودش رسید. تا حدود 1 سال بعدش ما از بچه ها کارنوشت دریافت میکردیم و بچه ها اون درس هایی رو که توی مدرسه دریافت کرده بودن برای ما میفرستادن، نتیجهش رو میفرستادن، برنامه ریزی رو که یاد گرفته بودن برامون همچنان میفرستادن و تا الان هم با این بچه ها در ارتباطیم. و حالا یک مدرکی هم از طرف مؤسسه تبسم و مؤسسه رنگ زیتون به بچه ها داده شد برای اتمام این دوره تحصیلی در تابستون 1401 و فکر میکنم که تونستش کمی از ناراحتی هایی که بعد از بسته شدن مدارس دختران براشون به وجود اومده بود کمی از دردش رو کاهش بده.